تنها وزیر ایرانی هستیم که بالاترین نشان دولتی عربستان، نشان مدال عبدالعزیز رو گرفتیم به خاطر این تنش‌زدایی که تو روابط منطقه‌ای خصوص اونها داشت. چی بود قضیهش؟ رفتم سفر اونجا به هر حال چون مگه چه کاری کرده بودن اصلا تو قضیه؟ من اینو فهمیدم، من خب این عربم. آره خب اونجا که رفتم فهمیدم برایشون عجیب بود، خیلی عجیب بود که یک آدم عرب وزیر دفاع کشور فارس بشه. یک آدم عرب بیاد وزیر دفاع یک کشور فارس بشه. یعنی چی؟ یعنی عرب‌های ایران نه، عرب عربستان اومده وزیر دفاع ایران شده و که آره مردم خواب هستن و نمیفهمن شما چی دارید میگید. فقط ورود انرژی ها بسیار سنگینه، پرده ها داره کنار میره، کم کم اینا دهناشون داره باز میشه، دارن میگن که ایران مال عربستانه. چیزی که من 3 سال پیش داشتم بهتون میگفتم، به من میخندیدید، میگفتید شیشه میکشی. حالا اینجا باید بفهمید که چرا اسم خیابوناتون همه عربی شده، اسم فرزندانتون عربی شده، پرچم کشورهای دیگه وسط تهران زده شده. تو گوش بچه‌هاتون بعد اذان بگید، جنازه‌هاتون رو بعد اذان عربی بگید، تاریخ کشورتون عربیه، همه چیزتون عربیه.